الحمدلله تمام صفات الوهیت و تمام صفات خدایی لله لام بر تخصیص است، مختص است از برای الله. مختص چه معنا؟ یعنی از برای غیرش نیست. غیر الله ملائکه است، جبرائیل میکائیل هر کی است، انبیا است، اولیاء است، پادشاها است، پیرا است، هر کسی که است غیر از الله حمد بر از اونا ثابت نیست و اونا مستحق حمد نیستند، زیرا مستحق حمد کسی است که دو صفات الوهیت دو باشد، صفات الوهیت دو وجود داشته باشد. اگر صفات الوهیت دو نبود باز اون مستحق حمد شده نمیتونه. الله که صفات الوهیت دایی است، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اینجا خب صفات است و این صفات عمومی است، تمام همین چند صفات کل صفات های الله را شامل میشه. پس هم تمام صفات خدایی و الوهیت چی بود؟ خالقیت، آفریدن، از نیستی به هستی آوردن یک چیز. هیچ کسی کار کردن نمیتونه. انسان نمیتونه که حتی یک موبایل از نیستی به هستی بیاره، یک مگس خلق کنه، نمیتونه. الله در قرآن میفرماید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، در سورة حج. کسایی را که شما عبادت میکنین، فریاد میکنین به غیر از الله، لن يخلقوا ذبابا، هرگز خلق کرده نمیتونن یک مگس هم خلق کرده نمیتونن. ولو اجتمعوا له، اگر که تماما خدا جمع شوند یک مگس غیر از الله، معبودایی که مردم جور کرده، خدایی که جور کردن غیر از الله، یک مگس نمیتونن خلق کنن. چرا نمیتونن؟ به خاطر خلقی را میگه که نیستی به هستی آوردن. این کار هیچ کس نمیتونه. اگر شما بگوین که این موترها و تیارها را جور کردن و خلق کردن، این چی است؟ خانه ها را، موبایل این چیزها را میبینیم. سوال جوابش است که این خلق نیست، این شکل است، شکل دادن است. این فقط شکل برش جور کرده. خلق از نیستی به هستی که مادی شیم اصل شیم پیدا کنی، این را خلق میگه. این همیال مثلا ما تمام انجینرهای ژاپن، امریکا، اروپا را اینجا بیاریم در این مسجد، اما فامیداش یک 50-100 نفرش، بگویم بر ما یک دانه موتر 40 سال پیش مدل جور کن، هیچ مدل جدید هم نه، میگی جور کن، ولی برش آهن پرزباب نتیم، بگویم امی آهن پرزباب هم خودت چی کو؟ خلق کو، پیدا کو و باز جور کو. میتونه؟ نه، امکانش نیست. یک میزه بگویم با ما جور کو، چوب هم خودت پیدا کو، چوب برش نتیم. این چوبای کسی را الله فریده، خودت چوب خلق کو. میتونه؟ نه. یک موبایل هم این پرزش خودت پیدا کو. از این پرزایی که در زمین هستی خو از الله است، از این نگی این خوی را خو الله فریده. نمیتونه. پس انسان در توانش خلق نیست. پس خالق همه کائنات، رب در قرآن من دیگه، مالک متصرف در کائنات، رازق که روزی میته، پسان معنای رب میخوانیم دیگه. این که حیات دهنده و مرگ دهنده، این رب میگن. رب کسی است که آسمان ها و زمین و آفتاب پیدا کرده، روشنی را میاره، تاریکی را، نعمت ها را میته به انسان، مرض ها را میاره به بالا انسان. اینی را رب میگه. پس الحمدلله تماما صفات خدایی مختص به الله است، معبود بر حق الله است. خالقیت، رازقیت، مالکیت و هر صفت زیبا، ما قبلا گفتیم هر صفت زیبایی که انسان داره او را کی داده؟ الله دادگی است. هر صفت زیبایی است، صحت است، قوت است، نیرو است، هر چی که است. و ما بکم من نعمت فمن الله. اگر ما میگیم انسان زیباست، زیبایی را کی داده؟ ای الله دادگی است. همین صفت هم به الله است. پس تماما صفات الوهیت مختص است برای الله، نه برای غیرش. این کلمه توحید است و دعوا شد. اینا دلیل چیست؟ در این صورت هم گفتیم اثبات عقیده توحید است. دعوا شد
پس دلایلش رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، این استدلال به اسماء و صفات میگه که رب العالمین است، رب کل جهانیان است، خالق و رازق متصرف، نعمت دهنده و عذاب دهنده همگی. الرحمن دیگه صفتش چیست که رحمان است، یعنی رحمان از رحمت گرفته شده، در این مبالغه است، بسیار رحم کننده. رحمان در دنیا و آخرت، رحمان دنیا و آخرت، نعمت های دنیا را میته، آخرت هم میته. رحیم خاص رحمت کننده، در آخرت فقط به مؤمنین نعمت میته، نه به کافران. یا رحمان نعمت دنیا را میته، رحیم مصیبت ها را دفع میکنه. الله یعنی رحمان رحیم است. دیگه معبود که این نعمت داده میتونه؟ دیگه کسایی که خدا جور کردن سنگ و چوب برچ، خدا نان داده نمیتونن، از خود عذاب دفع کردن نمیتونن. این مخلوق کلش میتونه. حالا چقدر کسا رو مردم عبادت میکنه؟ اگر پادشاه رئیس جمهور از خودش خدا نان داده نمیتونه، الله نان میته. و ان الله هو الرزاق و هو یطعم ولا یطعم، الله طعام میته، غذا میته. الله نخواه هیچ کس نمیتونه. الله اگر نخواه باران نکنه، آب خلاص شد میموری، خلاص هیچ نبات و چیزی پیدا نمیشه. باران است که رزق است. و رزقکم فی السماء، الله میگه رزقتان در آسمان است. اگر باران بود نباتات الله نرویانه، سبزش نکنه، هیچ کس نمیتونه. الله در قرآن میگه فرایتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. از کشت و زراعت خبر بتین، شما خدانه را میپرتین. انتم تزرعونه، آیا شما زرش میکنین؟ شما بلند سبزش میکنین؟ شما کلانش میکنین؟ در این میوه ام نحن الزارعون، یا ما. الله میگه این کار ما میکنیم، شما نمیتونین. شما دانه را میپرتین، قراسایل هستین، چی میشه؟ اگر دانه را ما که خود ما میتونستیم بلند کنیم، سبز کنیم، از یک سیر گندم 1000 سیر میگرفتیم، 1 لک سیر میگرفتیم. یک سیر میگرفتیم، 1 لک سیر سبز کو، ولی نمیتونیم. بعضی وقت میپرتیم، مرض میزنه، هیچ چیک شد، هیچ چیز نشد. میگه چند سیر انداختی؟ 100 سیر میگه گندم انداختم یا برنج انداختم، کلش هیچ شد. این به اختیار ما نیست. پس رزق کی میته؟ الله. این رحمان است، رحیم. نعمت ها را، هر نعمت میوه ها است. مالک یوم الدین، پادشاه و اختیارمند روز قیامت است. در روز قیامت، روز جزا، اشاره به سوی عزیز که دیگر روز حساب است، روز عدل است، روز انصاف است. کل شما پس زنده میشین، اثبات قیامت است در اینجا. الله در اونجا اختیار مطلق پیش الله است، هیچ کس دیگه اختیار نداره. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. ایاک نعبد و ایاک نستعین، این نتیجه میشه و تفریع میشه. هر وقت که الله رب العالمین است، رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین است، اینال ما و شما باید چی بگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط تو را عبادت میکنیم یا الله، استعانت و مدد فقط از تو میخوایم، نه دیگه کس. این سر القرآن میگه. خو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسیار کلمه جامع. کل قرآن اسلام دمی دو کلمه میچرخه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مغز قرآن است. مفهوم بسیار قوی در داخل شده. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در تاجیکستان اون مولوی صاحب متوکل گفت که من در جمعه که رفتم، گفت تاجیکا را دیدم. گفتم چطور است؟ گفت من را دیدن بسیار گریان کردنی تو. گفت من چطور سر ما بند کرده به سر اطفال ما که نخوانن. گفت آل میگه قرآن تفسیر کنین، ایاک نعبد در سورت فاتحه، گفت این را منع کرده، این را ترجمه نکنین، ایاک نعبد و ایاک نستعین نخوان، دیگه چه میخوان؟ فکر کن. از این چی فهمیده میشه که معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین کافر خوب میفهمه که چی معنا، ولی مسلمان نمیفهمه که ایاک نعبد میگه میدوه پشت کافر، ایاک نعبد میگه سجده میکنه به مخلوق، ایاک نعبد میگه رکوع میکنه به مخلوق، ایاک نعبد میگه قانون غیر از قرآن شعار میته، ایاک نعبد میگه و پشت کسایی که در ضد قانون قرآن است زنده باد و مرده باد میگه، زنده باد مرده باد، زنده باد فلانی خان، مرگ به فلانی خان. ایاک نعبد میگه، ادامه میکنه که ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک مفعول مقدم است مفید حصر اختصاص، فقط تو را عبادت میکنیم. نعبدک ولا نعبد غیرک، عبادت به معنای
رکوع سجده عبادت های خاص، نماز روزه زکات حج اینا دیگه عبادت به معنای عام هم است، اطاعت و فرمان برداری. فقط تو را عبادت و بندگی میکنیم نه غیرته، فقط اطاعت از قانون دستور تو میکنیم یا الله، عاجزی برای تو میکنیم، نهایت خود ذلیل میسازیم پیش تو، محبت با تو داریم، میترسیم در ما فوق اسباب است تو، توکل ما به تو است. عبادت همیست فعبده و توکل علیه، بسیار در قرآن آمده فعبده و توکل علیه. توکل اعتماد ما فقط به تو است، رازق تو را میدانیم، نافع ما، نفع رساننده خیر و شر فقط تو هستی، نفع به ما تو میرسانی، مصیبت تو میاری، دورش هم خودت میکنی. ایاک نعبد، مدد فقط از تو میخواهیم، حاجت روا مشکل کشا خودت هستی یا الله. در تحت اسباب، در مافوق اسباب، در کلش مشکلات الله حل میکنه. امی دوا را که ما میخوریم، بسیار وقت مریض میشیم، یک دوا را میخوری فایده نمیکنه، پیشکاری میکنی فایده نمیکنه. چرا؟ به خاطر که الله نخواست. دوا یک سبب است ولی سبب ظاهری است. اگر الله بخواد او سبب تاثیر میپرته، اگر ننداخت نه تا امریکا میره تداویش نمیشه. کسایی که عقیدهش خراب است باز در کجا میرن؟ با میرن پشت زیارت ها رو میگیرن مرداره. باز هم که خلاص شد با میاد در مسجد زانو میزنه در آخر. یا یگان مولا رو میگه دعا کو به من مولوی سه نشد میگه. ایاک نعبد، عبادت نعبد جمع است، یعنی ما جمعا کل ما یا الله عبادت تو را میکنیم، چون که این صورت در جماعت خوانده میشه. نماز باید با جماعت باشه، عبادت جمعی باشد، اگر دعوت است باید جمعی باشد، اگر مبارزه علیه کفر شرک است باید چی باشه؟ جمعی باشه، فردی نمیشه، فردی نمیشه، تنها نمیشه. به خاطر نعبدو، فقط تو را عبادت میکنیم نه غیرت، رکوع میکنیم سجده میکنیم، از قانون تو فقط اطاعت میکنیم، دیگه قانون بین المللی است، هر چی که از قبولش نداریم. این معنای ایاک نعبد را اگر اینجا بخوایم که با آیاتای دیگه بیاریم، باید که 50-100 آیت دیگه بیاریم که عبادت چی باز میاد انشاءالله در جایش میاد. عالم اجمالی براتون گفتم، باز اونجا میاد فصال. و ایاک نستعین، و فقط از تو مدد میخوایم، در عبادت از تو مدد میخوایم. اگر تو ما را کمک نکنی، توفیق نتی، عبادت تا نمیتونیم. در هر کار از تو مدد میخوایم، در همه مشکلات، در همه احوال از غیرت مدد نمیخوایم. خصوصا در مافوق اسباب مریض شدیم، تداوی دوا فایده نکرد، یا الله حالا تداوی فایده نمیکنه، یا غوث الاعظم یا پیر صاحب یا سخی صاحب یا فلانی، پشت مخلوق میدوا. این شرک است، شرک. قبر میره، از موضوع قبر مدد میخواه، از مرده بیچاره چی کنه میتونه؟ او در زندگی خود مریض میشد، یا الله میگفت از الله مدد میخواست، میگفت یا الله تو شفا بده، حالی که مرده او بیخور خدا جور کردی. الله در قرآن میگه و من اضل ممن یدعو من دون الله، کس کلان گمراه از کسی که آواز میکنه غیر الله را. غیر الله را آواز کردی، از این که در گمراه کلان نیست. باز یکم تا چی میگه؟ خواهی فقط از الله کمک میخوایی، از مخلوق نمیخوایی؟ نه، اینجا اینطور نیست. از مخلوق در ما تحت سبب کمک میخواییم جایی که مشروع باشد و مشروع باشد. اگر سبب نباشد از مخلوق نمیخواییم. مریض شدیم پیش دکتر میریم، الله اجازه داده، رسول الله میگه تداوی کنین، فإن لكل داء دواء، هر مرض دوایی داره. دکتر میگم کمک مرا دوا و تشخیص کو دوا بده. این سببه. اگر در آب غرق شدیم، دریا و بحر بود، دیگه کس آب بازا است، میگم نجات بده، اسباب است. گرسنه شدیم بین خانه تق میزنیم، مرا نان بده. این خود تحت سبب است، کمک میخوایم. سبب اگر نیست، در دشت هستیم، اینجا چی میکنیم؟ اینجا مهم است، در هیچ انسان نیست. اینجا چی میگیم؟ یا الله تو به من نان، تو نجات بده، تو رزق بده به من. اگر اینجا مخلوق صدا کردی، هر مخلوقی که هست، یکی خود موبایل همه چیز نیست. اگر گفتی او پیر صاحب، پیرت مچم در اینجاست، خودت در حیرتان هستی، از حیرتان پیر کابل صدا کردی، اینی دلالت و گمراهی است. خب و این عقیده را داشتی که پیر صاحب بیجا آواز من میشنوه، این می شرک است.
یا اگر مردای قبر صدا کردی که او غوث العظم، شاید و شمشیره، عاشقان عارفان، به دردم برد، سخی صاحب، فلانی صاحب، بابا صاحب، بابا فلانی صاحب، اینمی شرک است. شرک اینجا ایمان تا دست میتی. ما در اینجا میگیم که فقط از الله مدد بخواه. بعضی ها مردم گمراه میکنن. خب میگه ایاک نستعین، پیش دکتر که میریم چطور میشه؟ این گمراهی بدبخت. مردم گمراه نکن. ملای گمراه این تو ملا زیاد است، همین تو میگن. خب ایاک نستعین در موتروانه که میگیم ما را کمک کو تا یک جای برسان، چی معنا؟ مشرک شدیم. بازی آدم چی میگه؟ والا بسیار خوب سوال کردی، من هم شکی شدم. تو شکی شدی و بدبخت پرسان که اینجا بفهم، اینجا بفهم که یا کنستعین فقط از تو مدد میخواهیم در ما فوق اسباب، در ما تحت اسباب هم مؤثر سبب نمیدانیم، تو را میدانیم یا الله. اینی را ایمان میگن. اگر مریض شدیم پیش دکتر که میریم نمیگیم دکتر شفا میده، نمیگیم که دوا شفا میده، چی میگیم؟ الله شفا میده. دوا و دکتر سبب ظاهری است. متوجه شدیم؟ اگر سبب حقیقی اسباب باشه دوا، باید دوا نخورید، باید جور شوید. چرا نمیشی؟ نیست. اینجا اسباب مؤثر شفا دهنده کیست؟ الله است. اهدنا الصراط المستقیم. هر وقت که الله را عبادت میکنیم استعانت میخوایم، اینا برای مستقیم به می راه عبادت استعانت رفتن، این توفیق الله میخواد. اینجا از الله ما میخوایم که یا الله اهدی، هدایت کو تو یا الله ما را الصراط المستقیم، برابر که ما را به هدف برساند. تو ما را هدایت بکن. یعنی ما همیشه محتاج هستیم، همیشه از الله دعا میخونیم که ما را برای مستقیم هدایت کو، روان بکن. اینجا یک سوال است که اهدنا خو ما خو هدایت شدیم، اسلام قبول کردیم، نماز میخوانیم، پابند به اسلام هستیم، حرام نمیخوریم، فرایض انجام میتیم، از حرام ممنوعات اجتناب میکنیم. پس اینجا چطور اهدنا؟ این خود تحصیل حاصل شد. یک بار هدایت با ما حاصل شده، باز میگیم هدایت، باز میگیم. کل مفسرین از جمله ابن کثیر اینا میگن اهدنا چی معنا؟ دوام هدایت، استمرار هدایت، ثبات به هدایت، اینی معناست. اهدنا ثابت بساز ما را برای مستقیم، به صورت دائم تا مرگ روان بکن ما را برای مستقیم. توفیق بده ما را یا الله برای مستقیم. برای مستقیم. راه مستقیم چی است؟ راه مستقیم اسلام، بسیار اصحاب رو، راه مستقیم قرآن، راه مستقیم پیامبر، راه مستقیم مخالفت شیطان. اهدنا الصراط المستقیم، ثبتنا علی، ما را ثابت بساز به قرآن، ثابت بساز به اسلام، ثابت بساز تا مرگ بچی به تابعداری پیامبر صلی الله علیه و آله. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو برای مستقیم روان هستی پیامبر. علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه. این راه مستقیم است، تابعداری از این کنید. پس اهدنا ثابت بساز ما را برای مستقیم به قرآن تا مرگ، که چند دیم یاد بگیریم عمل کنیم. ولی میره که میگیم باید همی تو باشه، درس قرآن باید اعلان نتین، خصوصا شما که عالم نیستین، بار تا که حسب بخوانید تا مرگ بخوانید، بسیار درجه داره. غیر از این که در هر آیتش رسول الله میگه یک شتر سرخ به دست آوردن و این ثواب داره. خب یک شتر سرخ بیاری صدقه کنی، از او کده ثوابش بالاست. خب ایمان به کار است دیگه. ثابت بساز ما را به قرآن، ثابت بساز ما را به اسلام، ثابت بساز ما را به سنت رسول الله، ثابت بساز ما را به مخالفت شیطان. شیطانای انسی باشه یا جنی باشه که از هر دوش مخالفت کنیم. خوی راه مستقیم سوال پیدا میشه، کس دیگه هم در راه رفته یا نه؟ بله. صراط الذین انعمت علیهم، راه او کسایی که تو انعام احسان کردی به بالایشان، تو نعمت کردی. یعنی در این راه بسیار مردم رفته.
اونا کی هستند که الله انعام کرده احسان کرده؟ سورت نساء را سعی کنین، آیت 69 سپاره 5 و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کسی که اطاعت کرد از الله، فرمان برداری کرد. اطاعت از الله چیست؟ حکم الله در کجاست؟ در قرآن است. و الرسول از پیامبر. پیامبر هدایتش در کجاست؟ در احادیث صحیح است. از این اطاعت کنه. فاولئک اینمی کسایی که اطاعت از الله و رسول میکنن. مع الذین به امرای کسایی هستند در روز قیامت در جنت انعم الله علیهم که الله انعام کرده به بالای از اونا کیستند؟ منعم علیهم کسایی که سرشان انعام شد. من النبیین از جمله انبیاء علیه السلام. اینا به امرای انبیاء می باشند. شرطش اطاعت الله و رسول. سبحان الله. ما و شما با قرآن و سنت پابند حرکت کنیم، در روز قیامت با کی هستیم؟ با انبیاء. چقدر درجه بالاست. مع النبیین به امرای نبی می باشی. سبحان الله. و صدیقین به امرای صدیقین، راستگویا و راستکارا، کسایی که راست میگن، راستکار، عقیدهشان راست غیر از انبیاء. یا کس اولیاء الله که میگن انسان ابوبکر صدیق، عمر، عثمان. و شهدا به امرای شهدا هستند، کسایی که در راه الله شهید شدند، جانای خدا را فدا به امرای هستند. و صالحین به امرای نیکوکارا هستند. الله به بالای از اینا انعام کرده. و حسن اولئک رفیقا، بسیار زیباست این کسات روی رفاقت، بسیار رفیقای خوب است، بسیار دوستای خوب است. انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، بسیار رفقای خوب است. و به امرای ازی بودن ذالک الفضل من الله، این فضل الله. یا الله اللهم انا نسألک من فضلک، از همین فضلت سوال میکنیم که ما را به امرای انبیا یک جای حشر کنی، در جمع از اونا قرار بده. و این چطور میشه؟ شرطش چیست؟ و من یطع الله و الرسول، اطاعت از الله و رسول، عمل مطابق عقیده پیامبر، عمل پیامبر، شهدا حرکت کن. نظامی که انبیا اطاعت کردن، کتاب عزیز اطاعت کن. انبیا دشمنای کافرها و بیدینا بودن، در برابر کافر شدید باش، با امرای مومنین چی باش؟ قوی دوست باش، نزدیک باش. اینجاست که با امرای زینا میگی. اگر عقیده زینا را نداری، اعمالشان را نداری، با جمع زینا نیستی، با جای تو دیگه کت فاسقا است. پس یا الله ما را برای کسانی که تو انعام کردی به بالاشون. چه نعمت کرده الله؟ نعمت اطاعت. نعمت ای کرده که الله توفیق داده که اینا اطاعت میکنن، بندگی الله را میکنن، نافرمانی الله را نمیکنن. نعمت اطاعت است. به امرای ازی به این راه ما را روان کن، به راه انبیا، به راه شهدا، به راه صالحین، به راه صدیقین. ثابت ما را محکم داشته باش. چقدر این مهمه. این دعا را میکنیم. نه اکثر ما شما نماز میخوانم الحمدلله رب العالمین در صراط المستقیم، باید ببینید که کافر روان است. زنده باد کافر خان میگه. خب پشت یک کافر یا نظام یک کفری را شعار داده رای. حالا تو اینجا چی معنا؟ همین کسی که علم نداره نه، یک ویروس سرطانی جامعه است. قرآن نمیفهمه ویروس است، والله سرطان است. بزرگترین عیب یک انسان، بدی یک انسان جهل است. همین که نفهمیدی اسلام، خب از این که آدم بد، از این که آدم پلیت یافت نمیشه. تماما جرم جنایت اینمی میکنه. کسی که از قرآن خبر نیست، قرآن قبول نکده، با پابند به این نیست، ببینی که ظلمی کی میکنه، والله کافر به او درجه ظلم نمیکنه. یکم دفعه از کافر کده بالا میره. بعد وقت مساوی با کافر میشه، یکم دفعه از کافر کده بالا میره. دعوای اسلام هم میکنه. مثلا در سوریه ببینی رئیس جمهورش ظلمی که کرد در حلب، نه 10,000 نفر کشت، تجاوز کرده، لچ لباسایشان انداختگی سموجا، مرد و زن. این چی بود؟ این دعوای اسلام هم میکن. اینی تو ویروس سرطان شد، هیچ علاج نداره. می تو دانای سرطانی بسیار در امت زیاد است. خب چی بود که از قرآن دور شد؟
کسی اهل قرآن است، حتی الله رسول الله هم که مجاهدین صحابه را در جهاد روان میکرد میگه لا تقتلوا ولیدا، طفل نکشین، خبردار یک شهر فتح میکنی حق کشتن طفل نداری، طفل نکشین، ولا شیوخا، پیرا را نکشین، مردای پیر در جنگ نامده کافر است نکشیش، حق نداری، ولا نسان، زنا را نکشین، زنگ در جنگ شرکت نکده. این تو نیست که گرفتی کلگی را کشته برو، این بیدینا کلگی را کشته میرن، نه سر زن رحم میکنن، نه سر اطفال رحم میکنن، نه سر پیر رحم میکنن. میفهمه این میجا سایه ملکی است، هیچ کس جنگ نظامی نیست، میاره بم خدا اون موجه میپرد. میفهمه اینجا شفاخانه است، میاره بم دم موجه میپرد. بمام کیمیاوی و هیدروژنی و چی بما. در اسلام می قضیه جایزه نیست. حتی یک کسی که عابد در معبد خود 6 تا کافر است، یهودی مسیحی حق کشتنش نداری. ولا راهبا فی صومعه، در یک صومعه است رسول الله صلی الله علیه و آله ایرا میگن اخلاق جنگ. همون کسایی که با شما می جنگن، قاتل الذین یقاتلونکم، که در جنگ برآمده سلاح گرفته تو را میکشه که تو نموا می جنگی. رسول الله صلی الله علیه و آله میگفت این ظالمای بیدیناره والله ایمان نداشتی هر جرم و جنایت میکنی، هر جرم و جنایت. بعضی مسلمان ها میگن زنده باد فلانی خان، از امو آدم دفاع میکنه. این وای به تو آدم ها، از امی تو آدم ظالم تا بال 3-4 لگ نفر کشته، 3-4 لگ به خاطر قدرتش که من رئیس جمهور باشم. خبیث پلید آمده بعض دیگرها چی که با میلیون ها نفر از او دفاع میکنه. کافر هم از او دفاع میکنه و بیازو که کافر است، نه روسی اینا کسایی که داد از اسلام میزنن اینا هم از او دفاع میکنه. ایران میمانی هر جرم جنایتی که او کرده کسی از او دفاع کرد او آتش میره، ای به امرایش است از مجرم دفاع کردن. ولا تکونن ظهیرا للمجرمین، الله میگه مددگار مجرم نشوی. ولا تکن للخائنین خصیما، از برای خیانتکارا وکیل مدافع نشو، کسی که خائن از دفاعش نکنی. آدم بد کسی رد کرد تو خوشحال شو، نگو که برادرم است پدرم است. چه کنم من پدرم هر جرم جنایت کرده کسی ردش میکنه میگم آفرینت، تقبیحش میکنه میگم بکنش تقبیح، برادرم است تقبیحش کن. چی کنم که وظیفه ما هم است که باید تقبیحش کنم. کسی عملش بد است، عقیدهش بد است باید رد شود. عالم است بد شد باید رد شود به خاطر اصلاحش. اصلاح نمیشه باید که بگویی که این کارش گناه، این گپش گناه است، این عملش ظالمانه است، که نگویی خو خطرناک میشه. بعضی ها از قوم و پدر و اینا دفاع می، قومش رد کو بیادرش رد کو خفه میشه. اسلام خوی طور نیست. اسلام فهمیدنش هم رسول الله صلی الله علیه و آله کاکایش الله تقبیح کرد. ابو لهب گفت تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که یا الله چطور میشه. نوح علیه السلام فرزندش الله تقبیح کرد، گفت یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام دعا کرد گفت یا الله و الا تغفر لي وترحمني اكون من مرا ببخش. گفت که من چرا از این دفاع کردم، مغفرت خواست از الله. نوح علیه السلام گفت که یا رب ان ابنی من اهلی، فرزندم اهلم است، و ان وعدك الحق و وعده تو حق بود و انت احکم الحاکمین، تو بهترین فیصله کننده هستی. بچه‌م غرق شد چطور میشه؟ الله برش گفت یا نوح ان ابنك ليس من اهلی، اهلت نبود. اهلی را میگه تابعدار باشه، کسی که به قرآن سنت عقیده نداره، باور نداره، عمل نداره، این اهل ما نیست، این جز ما نیست، جز خانواده ما نیست. را بفهمین. انه عمل غیر صالح،
چرا اهلت نیست؟ تو پیامبر هستی، تو با وحی الله پابند هستی. در عمل ازی غیر صالح، عملش ناصالح است، ناشایسته است، نادرست است، عملش مطابق وحی نیست. فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، سوال نکن با آنچه که علم نداری. این بیدین بود، الله میگه غرق شد. انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. سعی پیامبرم میگه منم میکنم تو را که از جمله جاهلا شی. واسه چرا منم؟ دوباره این گپ نگویی. این جهالت است، یعنی از مجرم دفاع کردن جهالت است. نوح علیه السلام در بدنش لرزه آمد. ابراهیم علیه السلام الله پدرش میگه داتش میاره، حدیث صحیح است. ابراهیم علیه السلام میگه پدرم، بعد از الله شکلش قبیح میسازم، میگه این مجرمه. باز ابراهیم علیه السلام میگه این نفرت پرتش داتش، میپرتش داتش. مشکل باشین. یکم تا اینجا ما حق بیان میکنیم، بیادرایش یا قومش یا دیگهش میایه و قار میشه. ایمان نیست. قار شدی. برادر ما بعد از هر کی ردش کنه خوشحال میشه. آفرین میگم، شابه. گفتیش تقبیحش کردی، آفرین، شابه است. برش جایزه میتم. حالا چی میگه؟ هر چی که از قوم ما است، نکو گمش که قوم ما را بد نگو. این قوم پرست خو یهود است. قوم ما میگه بد نگو، این خو یهود است. بخاطر قوم پرستی بر رسول الله صلی ایمان نآورد. این خو یهود است. یهود قوم پرستی در یهود است. حالا پسان میاد که میخوانین. خب پس این را بفهمین که راه منعم علیهم راه انبیا چی است. خب اسلام بفهم بعد از وال افسوس که مسلمان ها تذکره ایست. خب مسلمان هستی؟ کو میکشه تذکره را. اینجا نوشته دین اسلام. هی افسوس به این مسلمان ها، حیران میمانی. عقیده را نفهمیده. این مسئله عقیده است. خب تا بال عقیدهش صحیح نیست. اینی هم گپ عقیده است که از مجرم دفاع نکنی. اینی هم گپ عقیده است. خب قومت از هر کی که است. بسیار مولوی ها را دیدیم وقتی که قوم مجرمش رد کردیم رنگش تغییر خورده. قوم ما یا یک گپ آوردیم ما اینطور گفتی. بسیار کسا یکم کسا که جرم میکرد پشتو زبان میبود. من به زبان پشتو میگفتم، با مرا میگفتم مولوی شم گپای بعد کلش پشتو میگی، خوبه کلش فارسی میگی، فکر میکنیم که تو این پشتوها را بد میبری. من گفتم استغفر الله، عالمی بدا در بینشانه نه ولای تو نگو قوم ما را بد گفتی. چطور میشه؟ قوم تو را بد نگویم، قوم ازور نگویم، قوم ازور خیلی کی مان دیگه؟ من قوم خود رد میکنم. میگم برادر ما شما رد کنین، این دیگه چی بگویم برتا؟ یک برادر دارم یک یاغی و باقی از ردش کنه هر کی خوش میشم. هر کی که ردش کردم من خوش شدیم. آفرین. برادر تا میگه دیدیم همین تو راست. مرا گفت خودت آدم خوب بودی برادر. من گفتم ماست بله. بسیار گپ بعد گفتم تو گفتم خوب گفتی بگویش. خب حیران من که چطور قار نشم. من قار نمیشم. وظیفه ماست. من میگم تو هم بگو. کل این وظیفه شه. وقتی که برادر می تو باشه. افسوس که بعضی گپا اینجا گفتن نمیتونیم. مرضی ها اینجا هستن. خب یکم تا مرضی. وقتی که قوم کلانش نامش بگیرم باز فرار میکنه. خب این تو میگه که ایمان والله که تو ایمان نداره. خب یک دفعه کسی را رد کردیم او کنایتی ولی می قوم ما بود ما را گفتی دیگه ما در درس نمی. من گفتم برو در درس نمی. تو که ایمانت صحیح نشانی. پدر خالد ابن ولید میفهمید در سورت مدثر بسیار مثال است. کل شایطه قرآن الله تقبیحش کرد، محکوم به آتش جهنم کردش. ولید ابن مغیره رئیس قبیله بنی مخزوم بود. خالد ابن ولید، خالد رسول الله میگه سیف من سیوف الله، شمشیر از شمشیر الله. چرا من خالد دوست دارم؟ پدرش بد میبرم زیرا الله او را محکوم کرد به آتش. یعنی او فرزندی پدر. وقتی که آمد قرآن شنید قبول نکرد، باز رفت بر مردم گفت قرآن سحر است. با وجودی که شناخت الله چی میگه دربارش؟ اینی میاد درباره از اوست. روایت های صحیح است که درباره ولید ابن مغیره است. آیت 11 سورت مدثر سپاره 29.
ذرنی و من خلقت وحیدا، الله میبان مرا و کسی را که پیدا کردم تنها. تنها کل ما شما که پیدا میشیم یک نفر هستیم، هیچ چیز نداریم، نه مال داریم نه سرمایه هیچ. و جعلت له مالا ممدودا، و دادم از برای شخص مال زیاد. ولید این پدر خالد است، خب مال زیاد. و بنین شهودا، اولادهایی که حاضر ناظر بودن، میگه بانی را که تیزی آدم کار دارم. و مهدت له تمهیدا، اسباب زندگی را برش آماده کردم، بسیار سرمایه دار بود. ثم یطمع ان ازید، باز امید داره که من زیاد کنم برش نعمتها را. کلا، هرگز دیگه زیاد نمیشه. چرا؟ انه کان لآیاتنا عنیدا، بدون شکی بود در برابر آیاتهای ما عنید، انادگر. اناد چی را میگه؟ حق شناخت قبول نکرد. سأرهقه صعودا، زود است که را داخل بکنیم در عذاب پرمشقت، سختترین عذاب. چرا؟ انه فکر، زیرا ظالم فکر کرد، و قدر، قضاوت کرد. فقتل، کشته شو، هلاک شو. کیف قدر، چگونه قضاوت کرد. ثم قتل، باز کشته و هلاک شو. کیف قدر، چگونه فیصله کرد و قضاوت کرد. ثم نظر، بعد نظر کرد امی ولید. ثم عبس و بصر، باز پیشانی خود ترش کرد، بسیار ترشش کرد. ثم ادبر، پشت گردانید. و استکبر، استکبار کرد، خدا کلان شمارید. فقال، گفت ان هذا الا سحر یؤثر، نیست قرآن مگر جادویی است که نقل شده. قرآن جادو. ان هذا الا، هیچ چیز نیست مگر جادو است. این را ولید گفت. خب قرآن ان هذا الا قول البشر، نیست قرآن مگر سخن کیست؟ بشر است. در حال قرآن حتی یسمع کلام الله، کلام الله است، گفت از بشر است. یه بشر این تو آدم بی سواد چیزی را نمیفهمه. مردم از دین مانع شد به این گپ خود. الله چی میفرماید؟ سأصلیه سقر، زود از داخلش کنیم در سقر، زود است که میره. و ما ادراک ما سقر، چی چیز تو را فهمانده سقر چیست؟ لا تبقی ولا تذر، نه انسان میمانه نه پوستش، کلش در میته. الله نجات بده. لواحة للبشر، بریان کننده بشر است، بریانش میکنه، میسوزانش. علیها 19 19 ملائکه به مقرره، در این آتش داخلش میکنیم. نو خالد ابن ولید مسلمان شد. خب که مسلمان شد بعد صلح حدیبیه بود بخیالم که آمد ایمان آورد. صحابی برش آیت کشید، گفت بخوانی را. گفت درباره کیست؟ پدرت است. گفت ایرک شروع کرد، چنان گریان کرد، گریان میخواندم میره گریان ایرک کرد که چرا پدرم ایمان ناورد. و گفت که اینمی آیت هایی که پدر ما تقبیح کرده، الله در دنیا محکوم با آتش جهنم کرد پدرش. در دنیا گفت جای آتش است. گفت من امی آیت ها را ایمان دارم، قبول دارم، امیر در چشمای خود مالید. گفتی تو پدری که مخالفت کرده، گفت برو در آتش، در قصیش نیست. اگر این پدری بسیار، پدری که بسیار خدمت کرد. یه اون بچه شاهزاده و رئیس بود، کاکای ابو جهل است، ولید ابن مغیره کاکایش است. خب رئیس قبیله است، معاون بود در دارالندوه. رئیس ابو جهل بود، این معاون بود. اش کده باشین که از مجرم گناهگار، حتی هر گناهگار به اندازش قلباً به امرای زو نفرت داشته باشی، محبت نداشته باشی، اگر ایمانت میره. خب الحب لله والبغض لله. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود نصارا را دوست نگیرین. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی با اینا دوستی کرد با این کافرا، این از جمله از اینا است. رایک خطرناک از امو جمله میشه. خب با مجرم بسیار خطرناک است. خب این گپ أيا دارها حييت دارا ومن